الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی، صائمین ماه مبارک رمضان، بندگان محبوب الله سبحانه و تعالی، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. همه شما عزیزان و بزرگواران را در این برنامه دروس رمضانی خوش آمدید میگویم. موضوع این جلسه و یا این حلقه پیرامون رمضان و محاسبه نفس هست. ماه مبارک رمضان ماهیه که این نفس که ماها خورده و نوشیده و گشته و هر طرف رفته، شاید فرصتی برای محاسبه برای نفس پیدا نشده. ماه مبارک رمضان فرصت عظیم و بزرگ هست، خصوصا به این شبهایی که آهسته آهسته رمضان با ما خداحافظی میکنه. یک لحظه باید فکر کنیم و محاسبه داشته باشیم که آیا این نفس ما نسبت به گذشته رام شده، آرام شده، مطیع شده، فرمان بردار شده، یا نه همان نفس گستاخ و لجام گسیخته و که به هر طرف خود را میکشاند یا همان نفس هست. الله سبحانه و تعالی این ماه مبارک رمضان به خاطر تنبیه نفس و به خاطر رام ساختن نفس و به خاطر اصلاح نفس برای ما آورده. لعلکم تتقون، تا این نفس متقی بشه، خدا ترس بشه. الله سبحانه و تعالی می فرماید: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. ای اهل ایمان، بترسید از الله سبحانه و تعالی. ترس از الله سبحانه و تعالی مهمترین چیز هست. خشیت الهی وقتی در دل پیدا بشه: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. نگاه کن، باید نگاه کنی که این نفس چی تقدیم کرده برای فردا. این نفس هست که در روز قیامت از این نفس پرسان میشه. نگاه کن که این چی تقدیم کرده، چی تقدیم میکنه، چی میفرسته. الدنیا مزرعة الاخره. نگاه کن که این نفس چی کشت میکنه. هر چی که این نفس کشت کرد فردا باید همان را بدراوید و حاصلش را به دست بیاورید. ادامه آیه بار دیگر الله سبحانه و تعالی اشاره میکنه: واتقوا الله. بترسید از الله سبحانه و تعالی. این آیه خیلی تکان دهنده. در بین دو واتقوا الله یا اتقوا الله، الله سبحانه و تعالی میگه ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اولا اتقوا الله، آخرش هم اتقوا الله. بترس از خدا، ارتباط به محاسبه نفس متوجه باش، ارتباط به اصلاح نفس متوجه باش. نگاه بکن: ان الله خبیر بما تعملون. الله سبحانه و تعالی آگاه هست، خبیر هست با او چیزی که شما انجام میدهید. سیدنا عمر رضی الله عنه چی زیبا میفرمایند: حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. حساب بگیرید
نفسهای خود را محاسبه کنید پیش از این که محاسبه شوید. وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا. وزن کنید نفس خود را پیش از این که وزن کرده شوید. برای عزیزان و بزرگواران، عزیزانی که در این زمان و در این شرایط سفر کردن، وقتی رو به طرف میدان هوایی حرکت میکنن، بدون شک هر انسانی که وقتی پرواز داشته باشه پرسان میکنه این طیاره و این هواپیمایی که من سوار میشوم چند کیلو اجازه هست، چقدر وزن اجازه هست، اگر وزن اضافه شد چقدر پول میگیره، اضافه وزن چگونه هست، به چی ترتیب هست. ما به فکر یک میدان هوایی و فکر یک کالایی که ارزشش از لحاظ مادی شاید چیزی نباشه فکر این را می کنیم. دغدغه این در وقت سفر در دل ما، در ذهن ما پیدا میشه. یا به اندازه‌ای که بار ما اضافه هست پول همراه خود بر می داریم، یا به فکر یک وسیله و واسطه میشیم. در حالتی که داخل میدان در اونجا یا مشکل به پول حل میشه یا به وسیله حل میشه، یا که هیچ عنوان نشد کالای ناچیز بالاخره یک کالای دنیوی هست یک گوشه میگذاریم. اما آخرتی که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، ذره ذره حساب میشه. روز قیامتی که هیچ وسیله به درد انسان نمیخوره. روز قیامت روزی که هیچ واسطه‌ای، هیچ شفاعت کننده‌ای بدون اذن الله سبحانه و تعالی نمیتونه وارد شفاعت بشه. او لحظه را فراموش کردیم. سیدنا عمر میفرمایند حاسبوا انفسکم، محاسبه کنید نفسهای خیش را پیش از این که با شما محاسبه بشه. الله سبحانه و تعالی در آیات زیاد پیرامون نفس اشاره میکنه و این نفس خود انسان میدانه و میفهمه که این نفس چگونه نفس است. بدون شک هر انسان نفس خود را میدانه، چون الله به صراحت بیان میکنه بل الانسان علی نفسه بصیره. انسان نسبت به نفس خود آگاه است که نفس در چی راه روانه، نفس چی میخواهه، چگونه تربیه شده، چگونه پرورش شده. این نفس چی را دوست داره؟ صاحب نفس نفس را خوب میشناسه، خوب علم داره. پس بناهن الله سبحانه تعالی در قرآن نفس مطمئنه، نفس لوامه و نفس اماره بیان کرده. طبیعت نفس سرکشی هست، طغیان هست، تمرد هست. طبیعت نفس سختی را نمیخواه، نفس عبادت را نمیخواه، نفس روزه رمضان نمیخواه، جهاد را نمیخواه، مشقت را نفس نمیخواه. همیشه نفس دوست داره همیشه در پی لذت ها و شهوت ها و هوا و خواهشات و اینها روان هست. حالا این نفسی که اینقدر تمرد و سرکشی و شهوت و خواهشات و اینها را دوست داره، این نیاز هست که لجام بشه، نیاز هست که این به تحت کنترل انسان بیایه. سیدنا یوسف علیه السلام وقتی که دروازه ها بسته شد و برایش گفته شد هیت لک، سیدنا یوسف چی میگه؟ قال معاذ الله، من به خدا پناه می جویم،
سیدنا یوسف میگه و ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا من رحم ربی. انسان باید به خدا پناه بجویه از شر نفس اماره بالسوء. سیدنا یوسف میگه اگر رحمت الله، کرم الله، فضل الله شامل حال من نمیشد، من به دام نفس اماره می افتادم. و ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی. نفس اماره همیشه انسان رو به طرف حرام، به طرف گمراهی و دلالت و اینها سوق میده. نفس لوامه الله سبحانه وتعالی قسم یاد میکنه لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه. نفس لوامه نفس ملامتگر، صاحب خود را ملامت میکنه، اماره ملامت نمیکنه. اماره طغیانگر هست، سرکش هست، اما نفس لوامه وقتی دوچار گناه شد صاحب خود را ملامت میکنه. چرا گناه کردی؟ فوراً شخص میگه اشتباه کردم، توبه میکنه. دوچار خطا شد توبه میکنه، دوچار لغزش شد استغفار میکنه. این نفس لوامه هست. نفس مطمئنه نفس انبیاء علیهم السلام، نفس اولیای خداست که لحظه موت گفته میشه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک. ای نفس مطمئنه، نفسی که اطمینان کامل، به مجردی که به گناه روبرو میشه توقف میکنه، میدانه این خط احمر هست، خط سرخ هست، از این عبور کنم تحت مراقبت الله سبحانه و تعالی هستم. اگر برایش حرام میسر میشه دست دراز نمیکنه، اگر برایش گناهان صغیره و کبیره برابر میشه رو میگردانه. ترس از الله سبحانه و تعالی داره. به اینه که نفس وقتی محاسبه شد، وقتی به تحت کنترل آمد، نفس مطمئن نمیشه و نفس مطمئن نشد لحظه ای که از دنیا میره برایش گفته میشه ای نفس مطمئنه حرکت کن به سوی پروردگار خود و داخل شو در او جنتی که الله برای تو ساخته. فواید محاسبه نفس. وقتی ما میگیم نفس محاسبه بشه، این محاسبه نفس چی فایده داره؟ از جمله فواید محاسبه نفس اطلاع پیدا میکنه شخص به عیوب نفس. وقتی اطلاع پیدا کرد که این نفس معیوب هست، این نفس مشکل داره، وقتی درد پیدا شد معالجه و مداوا آسان میشه. عیوب و نقصان وقتی پیدا شد زود به پی اصلاح انسان میپردازه. اگر انسان فکر نکرد به نفس خود، به محاسبه او را نکشاند، او نفس هر قدر عیب و اشکال داشته باشه به او عیب و اشکال خود ادامه میده. دوم، نشانه خوف از الله سبحانه و تعالی هست. کسی که نفس خود محاسبه میکنه یقین داره که فردا روز قیامت میآیه و الله سبحانه و تعالی ذره ذره از او حساب میگیره. سوم، پیدا شدن دروازه و دریچه فایده و خساره. کسی که نفس خود را محاسبه میکنه فکر میکنه که من چقدر فایده کردم و چقدر خساره دیدم. فایده کرده بود میگه الحمدلله، خساره کرده بود کوشش میکنه به جبران و به اینها. از جمله فواید محاسبه با نفس دور شدن از غفلت و دور شدن از گناه و معاصی هست. نفس خود وقتی انسان محاسبه بکنه متوجه میشه که
چه گناهانی را این نفس مرتکب شده، شروع میکنه به توبه و تضرع و از او غفلتی که دامنگیرش شده دور میشه. از جمله فواید محاسبه با نفس جبران نمودن نواقص که در فرائض پیش آمده، در نوافل پیش آمده، در واجبات پیش آمده. در نوافل کوتاهی کرده ادامه میده، در فرائض نقص و نواقص پیش آمده، در واجبات نقص و نقایص پیش آمده جبران میکنه. در این شبهای اخیر ماه مبارک رمضان انسان فکر کنه که از اول ماه مبارک رمضان اگر دعایش کم بوده، تلاوتش کم بوده، شب زنده‌داری کم داشته، وقت سحر و افطار دعا و نیایش و مناجات کم داشته، فوراً شروع میکنه به جبران و شروع میکنه به این که این فرصت عظیم و بزرگ از دست نده. نکته اخیر درباره فواید محاسبه با نفس، محاسبه نفس اینه که الله سبحانه و تعالی میفرمایه و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى. وقتی نفس را رام کردی، محاسبه کردی و متوجه شدی و او را مانی شدی از گناه و معصیت، او را نگذاشتی که هر خواهشی داره و هر طرفی که خود را میکشانه او را اجازه ندادی، او را از ترس الله و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى، نتیجه چی میشه؟ فإن الجنة هي المأوى. جنت جای او کسی هست که نفس خود را محاسبه کرده و نفس خود را به تحت کنترل خود در آورده. رمضان ماه محاسبه با نفس هست. اگر در رمضان نفس تحت کنترل نیامد هیچ وقت نمی آیه، چون این نفس هست که از صبح تا شام گرسنگی میکشه. این نفس که شب زنده‌داری داره. این نفس که در وسط روز غذا آماده دست به غذا نمیزنه، لبها خشکیده آب سرد در مقابلش گذاشته هست دست نمیزنه. پس فرصت عظیم و بزرگ است رمضان به خاطر کنترل نفس، به خاطر محاسبه نفس، به خاطر رام ساختن نفس. الله سبحانه و تعالی در روز قیامت اشاره میکنه اقرأ کتابک، بگیر بخوان کتاب خود را. اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. امروز کفایت میکنه نفس تو را. امروز فقط و فقط بر توست این نفس تو که چی نوشته و چه کار کرده. الله سبحانه و تعالی در روز قیامت پرسان میکنه چی خوردی، چی نوشیدی، چی پوشیدی، کجا رفتی، در سفر چی کردی، در حضر کجا بودی، در حال غنا چی کردی، در حال فقر، در حال تنگدستی و در حال راحتی. از ساعت و ثانیه الله سبحانه و تعالی پرسان میکنه. بناهن خواهر مسلمان، برادر مسلمان، نفس انسان خیلی سرکشه. نفس دوست داره ریا را، ریا کن، نعوذ بالله، شرک خفی. دوست داره عجبه، دوست داره نشان بده به این و به آن و اون عبادتر. دوست داره صوت و صدا بپچه بالاخره دیگران تعریف کنن، توصیف کنن. اینها غذاهای نفسه. اما شعار ابراهیم علیه السلام را فراموش نکن. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. تمام عبادت، نماز، روزه، حیات و ممات من میگه خاص به خاطر الله هست، نه به خاطر این و آن. پس بناهن این نفس نیاز به تنبیه داره،
نیاز به اینه که ما او را متوجه بسازیم و ماه مبارک رمضان بهترین فرصتیه برای محاسبه نفس، برای مهار نفس و برای کنترل نفس و برای اینکه این نفس را نفس مطمئنه بسازیم. اگر در رمضان نفس اصلاح نشد، یقین بدانید که بعد از رمضان اصلاح نخواهد شد. این فرصت را از دست ندهید و نفس خود را همیشه تحت کنترل و تحت محاسبه خود داشته باشید. هر قدر نفس را محاسبه کنیم، روز قیامت بر ما سهل و آسان خواهد بود. تا برنامه بعد همه شما عزیزان و بزرگواران را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.